هواپیمای مسافربری بوینگ 737 با 180 مسافر روز دوشنبه اندکی دورتر از جزیره یاوا سقوط کرد. هواپیما از جاکارتا به شهر پانکالپینانگ در جزیره سوماترا پرواز میکرد و بعد از 13 دقیقه از رادارها ناپدید شد. رئیس اداره امنیتی پروازهای اندونزیا گفت پاره‌های هواپیما را در بحر یاوا پیدا کردند. در محل فلاکت عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. ما برای تحقیق قعر بحر ابزارهای صدایی به کار میبریم و سپس غواصان را میفرستیم تا جای قوطی سیاه را معلوم و آن را پیدا کنیم. خویشاوندان مسافران با امید گرفتن خبری درباره عزیزانشان در فرودگاه جمع آمدند. مقامات رسمی گفتند پیش از قطع شدن ارتباط با هواپیما خلبان‌ها درخواست بازگشت به فرودگاه کردند و ناظران رضایت دادند. شرکت لایون ایر گفت خلبان‌ها سابقه دار بودند. شرکت بوینگ گفت که خبرها درباره فلاکت هواپیمای استحصال کرده‌اش را از نزدیک پیگیری می‌کند.